میراث فکری فرانس کافکا، نویسنده کشور جمهوری چک. کافکا در شهر پراگ در کشور جمهوری چک در 1883 در خانواده یهودی متولد شد. پدرش از فقر به تجارت رسید و به همین دلیل به شدت مادی بود و دیگران را چون کرکس بر زندگی خیش تصور می‌کرد. بسیاری از اندیشه‌هایش تحت تاثیر کیرکگارد، فیلسوف اگزیستانسیل کشور دانمارک قرار گرفته است. کافکا در رشته حقوق تحصیل کرده است. شخصی منزوی، خسته و درونگرا داشت. به رفیقش ماکس برود سفارش کرده بود که کلیه دست‌نوشته‌هایش را پس از او بسوزاند تا نکند مایه گمراهی آیندگان گردد. کافکا برخلاف نیاکان خویش از دیالکتیک انسان حیوان سخنی به میان نمی آورد، بلکه انسان را در اعتراض به ماشینی شدن به شیء تنزل می دهد. یکی از روش‌های نویسندگی کافکا هنر معکوس کردن و سبک سورئالیسم است. معکوس سازی به مفهوم بی اهمیت نگاه کردن به یک ماجرای بسیار هولناک است. مثلا تعریف از یک دستگاه عجیب از اعدام انسانها. کافکا نه به جامعه یهودیان تعلق داشت، نه آلمانی بود، نه بورژوازی و نه حزب کارگر. به گفته خودش در بین خانواده‌اش نیز فردی بیگانه محسوب می‌شد. به نظر می‌رسید این بیگانگی در آثارش نیز غلیان داشته است. رمان محاکمه داستان فردی با نام مستعار کی یا کاف است. در محاکمه طولانی اسیر می‌شود که به هیچ وجه توانایی رهایی از آن را ندارد. سرانجام کاف که پس از رفت و آمد بسیار در دادگاهی مجهول با اتهامی مجهول توسط مأموران روی تخت سنگی توسط چاقویی در قلب کشته می شود. به نظر می رسد این رمان سراسر استعاره از نظام‌های توتالیتر بدون قانونی درست و قانونی مبهم که مردمانش را بی دلیل به پای میز محاکمه می کشاند. از طرفی نقدی به وجود این جهانی بشر و مفهوم پرتاب شدگی از منظر مارتین هایدگر است. بسیاری از داستان‌های کافکا سویه انتقادهای گزنده به سیستم قضایی کشور را دارد. علاوه بر کتاب محاکمه، داستان سرزمین محکومان که افسری طرز کار دستگاه جدید اختراع شده توسط خودش را شرح می‌دهد و سرانجام خودش با آن دستگاه اعدام می‌شود، نیز مبین این موضوع است. داستان بسیار زیبای مسخ شخصی را روایت می‌کند که در تجارتخانه‌ای کار می‌کند ولی یک روز صبح تبدیل به حشره‌ای می‌شود و خانواده‌اش با او زندگی می‌کنند و آخر سر می‌میرد. داستان زیبای نامه امپراتور به نامه‌ای از امپراتور به رعیتی حکایت دارد که سرانجام نامه‌رسان با طی کردن داخل قصرهای پیاپی سرانجام موفق به رساندن نامه به دست رعیت نمی شود و به فاصله ایجاد شده بین حکومت و رعایا اشاره می کند. داستان هنرمند گرسنگی روایت مردی است که در قفس گرسنگی می کشد و به مدت 40 روز با گرسنگی توجه مردم را جلب می کند، ولی پس از مدتی مردم به او بی‌اعتنا می شوند و آنقدر گرسنگی می کشد تا در همان قفس مرده و دفن می شود. به جای او حیوان وحشی داخل قفس می‌اندازند که جذابیتش برای مردم بیشتر است. داستان یوزفینه یا جیرجیرک آوازخوان و جماعت موشها داستان هنرمندی غریب است که نمی‌تواند در بین مردم زندگی نماید. این داستان هنرمندی مثل کافکا است که برای امرار معاش مجبور است بین مردمی زندگی کند که قدر هنرش را نمی‌دانند. داستان معلم دهکده داستان معلمی است که در صدد کشف موش کور برمی آید و مباحثاتی با دیگر دانشمندان و عدم اقبال مردم می گردد. کافکا در داستان دیوار چین بهانه امپراتور برای ساخته شدن دیوار چین در مقابل حمله مغول و شمالی ها را تکذیب می کند. ساخت دیوار چین را موجب جدایی تمدن مردم می داند. پرومته در داستان کافکا خدای آتش است که برای بشر به ارمغان آورده است و عاشق دختر زئوس شده. زئوس او را در کوههای قفقاز به بند کشیده و هر روز پرنده‌ای جگرش را می‌خورد و در شب از نو می‌روید. در داستان در چند و چون قانون به قوانینی که به طور افراطی از اشرافیت حمایت می‌کند انتقاد دارد. در داستان پژوهش‌های یک سگ از زبان سگی که در زمینه تغذیه و موسیقی تحقیقی می‌کند بیان شده. در نهایت سگ پژوهشگری را
مبین می کند که داستان آزادی را نعمتی بزرگ قلمداد می کند. یک نوع تجربه گرایی شبیه فلسفه جان لاک را برای سگ در نظر می گیرد. در ماجرای هبوط انسان به زمین، کافکا نیز چون معتقدات یهودی معتقد است که در حال نزدیک شدن از درخت معرفت و رسیدن به مقام الوهیت است، برخلاف دیدگاه قرآن کریم که تأکید می کند علم به انسان بالقلم. به عقیده کافکا گونگی از مصادیق کمال است، چون سطلی که در چاه عمیق فرو رود و صدایش سالها طول بکشد که برآید. در داستان حیوان کنیسه به حیوانی اشاره می کند که به شدت با فضای کنیسه سازگار شده و قصدی برای رها شدن از این محیط ندارد. طعنی تند به روحانیت و یهودیت. نکاتی راجع به افکار و سبک نویسندگی فرانس کافکا. توصیف و تشریح حوادث غیر طبیعی به صورت یک پدیده عادی و دنیای آشفته به جای دنیای منظم و پیگیری سبک سورئالیسم. در رمان‌های کلاسیک هر شی به بهترین شکل توصیف می‌شد، برخلاف آثار مدرنی چون آثار کافکا که همچون علم تجربی پدیده‌ای توصیف شده و در بوته آزمایش قرار می‌گیرد تا معضلاتش برملا شود. کافکا برخلاف نیاکان خویش که از انسان شدن حیوان سخن می‌گفتند، مثل امانوئل کانت، همپای مارکس، از تنزل انسانیت به شی سخن گفته است. کافکا نه یهودی، نه کارمند دادگستری و نه یک آلمانی بود. رمز ماندگاری او بیگانگی اوست. توصیف تصاویر بسیار غیر عادی در منظری عادی برای شناساندن این توصیفات به دیگران.